إن تتأمل في القرآن تعد بهدايا الرحمن قد ناداك بوصف أبهى من خطرات الأغصان. يا مؤمن أقليل عندك أن توصف بالإيمان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. صدق الله العظيم. خدمت همه عزیزان و بزرگواران، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. همه شما عزیزان و بزرگواران را به برنامه ندای ایمان خوش آمدید میگویم. باز هم شما دوستان و عزیزان، شما کسانی که ادعا می کنید که ما اهل ایمان هستیم، که الحمدلله همه ما و شما اهل ایمان هستیم، باز هم مخاطب قرآن، خطاب قرآن طرف من و تو مسلمان هست. یا ایها الذین آمنو، قرآن پیروان خود را درس ادب می دهد، چون در جلسه اهل ایمان بی ادبانی حضور پیدا کرده بودند که میخواستند به زبان خود مسلمان ها را آزار بدهند، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را آزار دهند. الله سبحانه و تعالی از فوق آسمان ها اهل ایمان را متوجه می سازد. یهود می آمدن در جلسه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می نشستن و بعد در لابلای جلسه، چون اهل ایمان به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می گفتن راعینا، یعنی رعایت حال ما را داشته باش. اما یهود چون از او خباثتی که داشت و داره، مسلمان ها شروع میکردن به استهزاء و تمسخر. یهود این جمله راعینا را، چون مسلمان ها وقتی که میگفتن راعینا از ماده رعا که به معنای رعایت هست مسلمان ها تعبیر میکردن، اما یهود از ماده رعن، یعنی به معنای حماقت که به کار می رفت، آنها از او ماده فکر می کردن. مسلمان ها می گفتن راعینا، یعنی رعایت حال ما را داشته باش. یهود می گفتن راعینا، در فکر اینا این بود که ما به پیامبر توهین می کنیم، نعوذ بالله او به حماقت و بینها صدا می کنیم. این را یهود می گفتن. الله سبحانه و تعالی از فوق آسمان ها برای اهل ایمان درس ادب را می دهد و متوجه می سازد و خباثت یهود را بیان می کند که اهل ایمان بشناسن یهود. قرآن آمد، آیه نازل شد: یا ایها الذین آمنو، ای اهل ایمان، ای مسلمان ها، ای صحابه، لا تقولوا راعنا، لا تقولوا راعنا. دیگه شما از این لفظی که دشمن آمد سوء استفاده کرد شما نگویید، بلکه چی بگویید؟ و قولوا انظرنا. از این به بعد عوض راعنا انظرنا بگویید. واسمعوا، بشنوید آنچه که پیامبر برای شما میگوید، شما بشنوید، گوش کنید. این کفار هر چی که میخوان بگن وللکافرین عذاب علیم، برای کفار عذاب علیم هست، عذاب مؤلم هست. پس
این آیه متوجه می سازد که ای مسلمان، ای اهل ایمان، هوشیار باش، زیرک باش، متوجه باش که اگر دست دشمن برسه با زبان خود هم تو را آزار میده، با دستم آزار میده، با فکر هم آزار میده. متوجه باش که هیچ وقت فریب یهود نخوری. آیه دیگر که باز هم مخاطب من و تو مسلمان داره، اهل ایمان داره، میگه یا ایها الذین آمنو لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. ای اهل ایمان، ای مسلمان، ای مسلمان، یهود و نصارا رو به عنوان دوست انتخاب نکن، به عنوان سرپرست و ولی انتخاب نکن. متوجه باش که اینها دوست نمیشن. و من یتولهم منکم فانه منهم. هر کس بره از یهود و نصارا پیروی کنه و دوستی اونها را انتخاب بکنه، کسی که از اونها بشه از اونها هست. کسی که اونها را به دوستی انتخاب بکنه از آنهاست. الله سبحانه و تعالی چقدر در این آیه مبارکه متوجه می سازه که یا ایها الذین آمنو، ای اهل ایمان، لا تتخذوا اليهود، لا تتخذوا اليهود والنصارى. همان کسانی که پیامبر و صحابه پیامبر را با زبان خود هم آزار میدادند، شما اینها را به عنوان دوست انتخاب نکنید. آیات زیادی برای خباثت یهود، آیات زیادی داریم که بیان میکنه و همچنین دشمنی یهود در نسبت به اهل ایمان. قرآن میفرماید لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود. سرسختترین دشمن شما یهود هست. متوجه باشید. غمی به شما برسه اینها خوشحال میشن، مصیبتی به شما برسه اینها خوشحال میشن، اگر بالاخره رنج و زحمتی برای شما برسه اینها خوشحال میشن. عادت یهود هست. و آیات زیادی داریم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. در این دو آیه‌ای که الله سبحانه و تعالی به ما را مخاطب میکنه یا ایها الذین لا تقولوا راعنا، به ما میفهمانه که متوجه باشید که در مقابل یهود، که یهود شما را به زبان خود هم آزار میده، اگر دستش نرسه به زبان آزار میده، اگر دستش رسید که هر کاری میکنه. آیه بعد میفرماید که اینها را به دوستی نگیرید. و بعد آیه بعد از این یا ایها الذین لا تتخذوا اليهود، باز هم من و تو مسلمان این آیه و این قرآن مخاطب میکنه. چی میفرماید؟ یا ایها الذین آمنو، ای اهل ایمان. یهود را شناختید، خباثت یهود را شناختید، دشمنی یهود را فهمیدید، اعمال زشت یهود را فهمیدید. یا ایها الذین آمنو من یرتد منکم عن دینه. اگر باز کسی پیدا بشه که برگرده از این دین، مرتد بشه، نتیجهش چی میشه؟ برای خود انسان ظلم میکنه. وقتی کسی بره دنبال یهود، دنبال نصارا، دنبال فرهنگ غیر از فرهنگ اسلامی، در حقیقت به خود زیان کرده. یا ایها الذین آمنو من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. وقتی یک انسان رفت مرتد شد، قرآن میگه، بازم مخاطب میکنه ای اهل ایمان، تو مسلمانی، متوجه باش اگر من یرتد منکم، کسی دین اسلام رها کنه بر دین دیگر انتخاب بکنه، به خود زیان کرده. فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه اذلة على المؤمنین عزة على الكافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم ذلك فضل الله یؤتی من یشاء. پس اگر این انسان رفت دیگه دین رو انتخاب کرد، الله سبحانه تعالی میگه قوم دیگر میارم که اونا مرا دوست داشته باشن، ما اونها را دوست دارم. اونها در راه الله سبحانه تعالی جهاد میکنن. ولا یخافون لومة لائم، از هیچ ملامت و ملامت کننده ای نمیترسن. وی دین اسلام فضل الله سبحانه و تعالی هست. ذلك فضل الله یؤتیه من یشاء والله واسع علیم. پس در این جلسه 3 آیه که تو مسلمان را، تو اهل ایمان را مخاطب میکنه اشاره شد. آیه اول یهود را بشناس
که به زبان خود آزار میده. یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا. این آیه مسلمان رو متوجه میسازه که یهود اینقدر خباثت داره که به پی دشمنی تو مسلمان هست. آیه دوم یا ایها الذین لا تتخذوا الیهود والنصارى، ای اهل ایمان، ما را میفهمانه، ای اهل ایمان، ای مسلمان، ای مؤمن، ای پیرو قرآن، ای بنده خاص الله. یهود وقتی الله را به عنوان دوست انتخاب کردی، دیگه در دلی که محبت الله هست، محبت رسول الله هست، محبت قرآن هست، به این دل دیگه محبت یهود و نصارا جا نمیشه. اگر محبت یهود و نصارا آمد، محبت الله و رسول می رود، تو میمانی و همان محبت نعوذ بالله من ذالک که غضب الله سبحانه وتعالی به وجود میاره. و من یتولوا منکم فانه منهم. آیه سومی که اهل ایمان رو مخاطب میکنه اینه که متوجه باش ای مسلمان، ایمان یک فضل الهی، نعمت الهی است که برای تو عطا شده. اگر ای را رها کردی و به دنبال دیگری رفتی، چنین نیست که کسی پیدا نشه که الله را عبادت کنه. فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. قوم دیگری میاین که الله را دوست دارن، الله اونها را دوست داره و اونها اذلة علی المؤمنین، در مقابل مؤمنین متواضعن و در مقابل کفار خشنن. این قوم میایه در راه الله جهاد میکنن و از هیچ ملامت کننده هم نمیترسن و این فضل الله هست که شامل حال اونها میشه، که در این لحظه این فضل شامل حال من و تو شده که ما از جمله اهل ایمان هستیم، از جمله موحدین هستیم، از جمله یکتاپرست ها هستیم. این به زور و بازو به دست نیامده جز این که بگوییم هذا من فضل ربی. الله سبحانه و تعالی ایمان همه ما و شما ایمان کامل بگردانه و الله بر ما توفیق بده که دشمن واقعی خود را که یهود و نصارا هست اونها را بیشتر و بیشترتر بشناسیم. تا برنامه بعد شما را به خداوند کریم و رحیم می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تتأمل في القرآن تعد بهدايا الرحمن قد ناداك بوصف أبهى من خطرات الأغصان. يا مؤمن أقليل عندك أن توصف بالإيمان.